میاد بیرون پدر سگ سفره ابوالفضلانداز. اینا رو همه رو یکی زشتریش بیری‌تر دماغا هر کدوم اندازه سرچپق ناصرالدین شاه. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این حرومزاده‌هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست. برای آقا اینجوری صورتا کجگوشا اینجوری این بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ حالا دوباره 4 تا از این پشمالوهای خانومای سفره ابوالفضلیات به تلفن زنگ بزنی. تا که رفته بودیم و خوشحال شده بودیم، لهجه هم دارن بدهاتی ابله هم هستن، سیغه مثلا 50 یکی از این آخوندهای درجه 8 هم بود، حالا فرستادتش آمریکا. یه حساب مانگی هم بغلش باز کرده، یه مقدار پولم کرده اون تو که رفته بودی چرا دوباره برگشتی؟ پدر سگ من به ریش اون خامنه ای تون ادرار میکنم. تو زنازاده چی میگی؟ زدی که کلفت بیشرف. من فردا در ایران اگر 2 روز زنده باشم و بعد از آزادی ایران و قبر خمینیتون رو مستراح عمومی میکنم. یک دونه از جنایتکاران رژیم راه فرار براش نمیذاریم. هر جای دنیا برن تو گونی میندازیم، میگیریم برشون میگردونیم.